بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در درس 14 قسمت سوم هستیم. در قسمت سومش ما و شما با اسم الخالق و الخلاق الله چه قسم زندگی بکنیم. میگیم که الله سبحانه و تعالی همه مخلوقات از هیچ خلق کرده. بنا ما عقیده داریم که او خالق متعال است که تمام مخلوقات وقتی که از عدم اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون، تمام از اینا را الله خلق کرده. پس آسمان ها، زمین، انسان ها، حیوانات، جن ها، نباتات، یا کلش خالقش الله هست. به این شکل عقیده داریم. بنابراین هر نعمتی را که استفاده میکنیم، یک گلاس آب می نوشیم بسم الله، یعنی به نام الله میشیم. چرا؟ خالق زیاد الله هست. این الله خلق کرده. شکر الله را اگر اکسیژن میگیریم شکر الله را میکنیم. دوم، وقتی فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی هر چیز تقدیر کرده مطابق حکمت خود، بنابراین هر چیزی که الله بر ما، اگر غم هم خوشی رو نوشته کرده شکر الله را میکنیم، اگر غذای خوب بر ما نوشته کرده شکر الله را میکنیم. کل چیز الله بر ما مقدر کرده. اگر کدام وقت غم و درد است او هم بر منفعت ماست، اگر مصیبت است او هم بر منفعت ما هست. پس در هر کلش مقدر تقدیر کننده همه ازنا الله خالق است. بنابراین با همین شکل زندگی میکنیم و میگیم که الله همه را بر ما تقدیر کردن، به او راضی هستیم. دیگه چه قسم زندگی میکنیم؟ الله خالق است، خلق کننده ما و خلق کننده تمام مخلوقات است. بنابراین او مستحق عبادت است. این سنگ، چوب، عبادت یا دیگه چیزهایی که بعضی مردم ملائکه را، بعضی جنها را، بعضی پیغمبران را عبادت میکنن، بعضی درخت عبادت میکنن، نباتات، اینا مستحق نیستن. چرا؟ اینا خالق نیستن. مستحق عبادت خالق ما هست که الله سبحانه و تعالی هست. فقط عبادت بر از او انجام میدیم و به این شکل زندگی میکنیم. و تمام او ذاتی که تمام مخلوقات به اون نسبت داده میشه، هر چیزی که خلق کرده، حتی اگر یک نفر همین میز ساخته، اگر امیرم الله عقل نمیداد امین میز ساخته نمیتونست، اگر امین دست برش نمیداد امیر ساخته نمیتونست، اگر چوب الله خلق نمیکرد، درختار را خلق نمیکرد، انسان نمیتونست که تا یک دانه میز بسازن. پس کل مخلوقات برمیگرده به کی؟ به الله سبحانه و تعالی. دیگه الله سبحانه و تعالی مخلوقات به شکل دوامدار خلق میکنه از زمان آدم علیه السلام تا روز قیامت. و دیگه الله سبحانه و تعالی مخلوقات با تمام کمیت و کیفیت و با تمام ذات با عظمت است. هر قدر مخلوق بزرگ است خالقش الله است، و هر قدر تعداد ازنا زیاد است خالق ازنا الله است. پس الله را با این عظمت و بزرگیش میشناسیم و با همین شکل زندگی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.